قراره که با هم گریه کنیم. این خنده ها از سر دارم. بهترین آهنگ واسه من میبره تو اوج فکرات. جای منتها مرور خاطراتت، اون چیزایی که باید عشقت در بیارت خالی بشی. یه روزایی تو زندگیت هست که وابسته یه نفر میشی، یه شخص، و دوست داری ته تو برامون بذاری و افکارش مثل افکار خود بشه. نظریه من اینه. من کسی رو پیدا کردم که افکارش شبیه به من بود. خیلی دوستش دارم، دوستشم میدارم و رفیقم میمونه تا آخرش. ولی خب وقتی که از پیش ما رفت، یعنی ما همکار کاری بودیم. خیلی داغون دارم میشه. الان بودن 6 روز میشه گفت که هست، 5 روز، 6 روز هست. امروز هم 28 شهریور 1400. درست میشه همه چی. اصلا با همین درد و غم هست که زندگی ادامه پیدا میکنه و معنی میده به زندگی. این بشر، یعنی همون نگار، یه زندگی دیگه به من داشت. یعنی من رفتم خیلی یه مسیر دیگه، مسیرم عوض شد. به راه خوبی رسیدم، کتاب خوندن یاد گرفتم و تصمیم اینو برم زبان کارم ادامه بدم، به فکر مهاجرت من باشم. به نظرتون چی؟ بمونیم یا بریم؟ موندن بهتره یا رفتن؟ مسئله رفیقم نگاه میگفت تو ایران دیگه جای پیشرفت نیست. یعنی نمیذارن که پیشرفت کنیم. هر چی میخوای درجا بزن، ولی خب نمیذارن. پس ما باید چی کار کنیم اینجا؟ تا کی؟ تا کی این وضعیت باید باشه و کی درست میشه؟ من قبلا نظرم این بود که بمونیم ایران و خودمون بسازیم، ولی هر جور که فکر کنم نمیشه. اون چیزی که میخوای نمیشه، جای پیشرفت نداری و خیلی سخته. تو ایران میخوای رشد کنی و به جایی برسی که واقعا این یه درده برام. رفیقم به راستی راست میگفت که اونجا بریم جای پیشرفت داره، پیشرفت میکنی. مثل اینجا نیست که یه سر کار بری همون بمونی و روز به روز پسرفت کنی. اونجا علم دانشت بیشتر میشه و زندگیت خیلی آسان تر از اینجاست. درسته سختی غربت داری که بدتر از همه چیز همینه. سختی دوری از خانواده داری، سختی مادرت که 9 ماه داخل شکمش نگهت داشت که به اینجا برسی داری، دیگه اونا رو نمیبینی. هر اتفاقی میفته نمیتونی بیای ایران. واقعا اینجاست که عشق بدم.
چیکار کنیم؟ نه راه پیش داریم نه راه پس. باید یه راه پیدا کنیم که فقط بریم. ایران به درد نمیخوره دیگه. برای من جوون جای رشدی نیست. پس باید چیکار کنیم اینجا؟ من باید برم که نسل من، آینده من یه آرامشی، یه زندگی رو به روال آرومی داشته باشه دیگه. نه اینجا بمونی کمش میشه یه کارمند که با چندر باز میدنت، با کلی وام و با کلی دغدغه و مشغله فکری. درسته اونجا تا بخوای جا بیفتی این مسئله ها هست، کم پولی این دو چیزا، ولی خب میدونی که به یه جایی میرسی. بخوای پیشرفتتو میکنی، بخوای خونتو میخری، بخوای ماشین خودتو داری و بدون هیچ دغدغه‌ای. ولی اینجا چی؟ نمیخوام نق بزنم از این تو چیزا، بگم آره پراید اینقدر آرزو جمعون آره، ولی واقعا این حق ما نبود. تو این بره زمانی حق ما دست نشد، یا اصلا نسل هفتاد نشد، هیچ فرق نداره. الان ما هممون اینجاییم، تو ایران داریم سپری میکنیم با این اوضاع. اگر که روزی ما هم رفتیم، تنها آرزومی که یه روز برگردم باز بریم، واقعا نمیشه دیگه. چون همه چی تو باید بذاری و جمع کنی و داخل چمدون رو بریم. یه روزی میرسه که تموم زندگیت شده چند تا لباس و چند تا برگه داخل چمدون. روزی که آخرین روز خانوادت رو میبینی، پدر و مادرت رو میبینی و اون میشه آخرین خداحافظیت از پدر و مادرت و آخرین خداحافظیت از وطنت، از میهنت، از جایی که زندگی میکرد، از جایی که همزبونات اونجا بودن، همه چی میدونستی، تموم زندگیت اونجا بوده، ولی خب همه چی رو گذاشتی و با یه چمدون بارتو بستی و رفت. خب فرض مثال که رفتی، غم دوری چه کنیم؟ غم دوری از پدر و مادر چه کنیم؟ غم دوری از همزبونمون، وطنمون، ایرانمون چه کنیم؟ خیلی سخته، ولی امیدوارم که هرچی که خدا میخواد پیش بره و ایرانمون برگرده. فکرشو بکن، مدارک مهاجرتت اوکی شده، همه چی اوکیه و ما دیگه باید بریم. چه چیزایی میکنی؟ چه کارهایی میکنی؟ کجا میری؟ با چه کسایی میگردی؟ چه چیزایی دوست داری داخل این مدت که آخرین روزایی که داخل ایران انجام بدی انجام بدی؟ با خانوادت بهترین جا رو میری، بهترین غذا رو میخوری،
چون که دیگه غذای آخری که با خانوادت بخوری. همه چی میذاره خیلی کوله و میری به دیار غربت که نه زبون کسی میفهمی، نه جایی میشناسی، نه خیابونش برات آشناست، نه شهرش، نه منطقهش، نه کشورش، نه مردمش. هیچ چیزی برات آشنایی نداره. از صفر باید شروع کنی. زبان یاد گرفته بوده که چه بهتر. نگرفتی؟ مثل یک بچه کوچیک از نو زبان یاد میگیری. رفته رفته میری سر کار و دانشگاه. واقعا چرا اینطور باید باشه؟ چرا جوانان باید به فکر مهاجرت باشن؟ چرا نباید داخل این ایرانمون درست باشه همه چی؟ چرا فقط به فکر اینیم که بریم؟ چرا به این فکر کردیم که دیگه نمیتونیم بیاییم؟ به این فکر کردیم اگر که خدایی نکرده رفتیم اتفاق واسه خانمون افتاد دیگه نمیتونیم برگردیم و سر حالا خدایی نکرده بدترین اتفاقش میگه یکی از اعضای خانوادت فوت شد، عزیزترین کسی، هر کسی دیگه نمیتونی برگردی. همونجا باید باشی و خودتو بسازی و زندگیتو بسازی از مهاجرت یعنی زندگی جدید یعنی از نه شروع کردن، از صفر. من امیدوارم که همه چی درست بشه، درست میشه، ولی خب دیگه ما رفتنیم. ما هم یه روزی میریم، یه روزی آخرین قدممون رو داخل ایران میذاریم، همه چی رو جمع کنیم. پس چرا خوبی نکنیم هم؟ چرا شاد نباشیم؟ چرا همدیگه رو نخندونیم؟ چرا باید غمگین باشیم؟ چرا؟ دنیا خب 2 روزه. شاید من الان که این حرف رو زدم 1 ساعت بعد دیگه نبودم به هر دلیلی. پس از هر لحظه زندگیمون باید استفاده کنیم. درست من خودم استفاده نکردم درست این چند سال، ولی خب از اینجا، از این به بعد، از این تاریخ، از این ساعت 11:27 دقیقه 28 شهریور 1400 تمام تلاشم میکنم که به جایی که میخوام برسم و تمام تلاشم میکنم که اطرافیانم خوشحال نگه دارم، خودسازی کنم خودمو و هیچ چیزی داخل دلم و ذهنم و قلبم گیر نکنه و نذارم بمونه. هر چیزی از انجام میدم، چه خوب چه بد، به اشتباه زندگی کردن همینه. تو باید اشتباه کنی که اینا هاش تجربه. همین تجربه و خاطرات شاد و شیرین و غمگین و تلخه که به زندگی ما معنی میده. اگر اینا نباشه خب دیگه زندگی ما معنی نداره. ما فقط یه موجودیم که بیدار میشیم، میریم سر کار، میخوریم، میخوابیم، بیدار میشیم. باید بهترین استفاده رو کنیم و استفاده رو میکنیم. اگر که این ویدیو رو از یه چنلی میبینید، حالا ایده چنل هیچ چیزی ندارم و اگرم این شاید دلی باشه، پرایوت باشه، ولی به هر چنل که دید
میتونستید سابسکرایب کنید و با من داخل ادامه این راه همراه بشید. راه من راه دور و درازیه، راه توسعه فردیه، راه از صفر به صد رسوندن خودمه، راه برنامه‌ریزیه، راه این که داخل ایران بگذرونیم یا بریم بمونیم. راه خودخواد دیگه نمیتونم. راه خودساختگیه، راهی هست که سعی میکنم از دیگران، از بزرگترها، اون بزرگا تجربه هاشون رو بگیرم، کسب کنم و با شما در اشتراک بذارم و خودم هم توی این مسیر پیشرفت کنم. امیدوارم که تو هم پیشرفت کنی و به هر جایگاه درجه که بخوای برسی. فقط با تلاش مداوم که این اوکی میشه. این رو من تجربه کردم. اگر تلاش نباشه هیچ چیزی اتفاق نمیفته. تو با تلاشی که میتونی هر چیزی رو به حرکت در بیاری. تو با تلاشی که میتونی بری سر کار، صبح بیدار بشی بری سر کار و با امیده که زندگی میکنی. تلاش و امید همیشه سرنوشت زندگی باش به نظر من. درسته یه وقتایی یه پستی بلندایی داره، ولی خب این خود تویی که باید خودتو از اون باسراق بکشی بیرون. دیگه هیچ کسی نیست، خودتی و خودت. کسی اینجا نیست که بخواد کمکت کنه، بگید بیا دستان رو بگیر بلند شو و از این خودتی و خودت. و من به این پی بردم تو این مدت و تصمیم گرفتم که این ویدیوها رو ضبط کنم و بذارم داخل یک چنل. اگر دوست داشتی میتونی ما رو دنبال کنی و با هم پیشرفت کنیم. به امید پیشرفت هممون. اگر خوشت اومد حتما میتونی نظرت داخل کامنت رو بهم بگی. ایده ای چیزی داری، هر چیزی راجع به هر ایده ای زندگی کلا بهم بگو. سعی میکنم نظر بزرگا رو بگیرم، بدزدم و سرلوح زندگی قرار بدم، چون دیگه به جز اینا دیگه چیزی نیست و یه چند سال قرار میکنم. بس بیا به خوب بگذرونیمش، چه خوب چه بد میگذره. بس بیا یه جور مشکل بگذره. دوستتون دارم. فعلا تا ویدیو بعدی، یا حق.